بچه سلام عرض ادب. یه مورد خاموشی سامسونگ B315 ای. خب این مدل روشیه. اینا B310 داره، B312 داره، حالا هر مدلش هست. خب مشکل خاموشی که خب با منبع تغذیه روشن میشه ولی با باتری روشن نمیشه. خب همینو براتون یه توضیح ریز بدم. اینو بذاریم اینجا چند وقتی خلق این گوش. خب 2315 ایه. خب همین رو داشته باش. مشکل خاموشیه. خب دیده دیگه. خب همین دیده. خب اول از همه بگیرین جریان چیزشو ببینیم، نرو سمت آی سی اصلی اینا. خب اول برو یه جریان بگیر. خب از سوکت شارژ وصلش کن به شارژ. خب یک لحظه. خیلی خب این پایه وی بته. خب 5 ولت از این باید جریان بگیری، از این پایه دومی که پایه بزرگه. خب این هم نقطه جامپر لاینه دیگه. خب مثبت زده 5 ولت از این باید بگیری. خب برسی به اینجا. خب 5 ولت تا این خازنه میاد. خب 5 ولت تا اینجا میاد. بعد این میره روی این آی سی. از این آی سیه 5 ولت خروجی بگیری که هیچی، اصلا این سمت نیا. اگه 2 ولت خروجی بگیری، خب اگه از این ور 2 ولت یا از این ور 2 ولت خروجی بگیری، بیا کانکتورش هم یه چک کن. خب پایه مثبت رو. خب همینو ببین 5 ولت داری یا نه. مثبت زده این پشتش. میبینی این ویه بته 5 ولت نیومد. اگه 2 ولت اومد اون موقع باید چیکار کنی؟ همین تیکه آی سی، همین اینو تعریف کن. من اینو از یه برد 210 گرفتم که خب 8 پایه از ورودی خروجی جریان همون 5 ولت رو ساپورت میکنه، فرقی نداره. خب شماره آی سی هر چی باشه. خب فرقی نداره شماره آی سی هر چی باشه. خب فقط نقطه شروع و حواستون باشه این سوراخ هست، این نقطه شروعه. همین. خب اینم آی سی خودشه. این آی سی برای خودشه. یه آی سی 8 پایه است. خب به این آی سی هم میگن OVP، مبدل شارژ. خب حفاظت کننده، اونی که باید تایید کنه که 5 ولت رو رد کنیم یا نه. خب همین که 5 ولت رد نمیکنه. 3.8 تا 4.2 دیگه، اینا رو خودتون میدونید دیگه. رو باتریتون هم نوشته 3.8 ولت تا 4.2 ولت تونه ساپورت کنه. خب 5 ولت ورودی میاد، خروجی 3.8 الی چند 4.2 ولت. خب این کسکش. خیلی گرفتی؟ همین. اینو قبلا هم کار کردن روش. خب از اینجا یه دونه خازن کندن، یه دونه مقاومت از این بالا، یه 2 تا مقاومتشو کندن. اون درست نمیشه. همینو تعویضش کن بره. این 2315 ایه. خب این چند بود؟ 2310 بود. نه ببخشید، این E1220. این کلا جریانش با این فرق میکنه. خب جریان که میگم کلا مدارش با این فرق میکنه. خب ولی این جای جالبش اینه که OVP یکیه. خب همون آی سی شارژ میگیم دیگه. OVP یکیه، مدار شارژ حتی سوک شارژ اینا فرق میکنه. فقط مهم اینه که ببین 5 ولت رو میگیره
خب 5 ولت سویچ شارژ میگیره 3.8 میده تمامه. با اون کار نداشته باش. خب هر گوشی باشه یه دونه OVP میکنیم میندازی اینور. آره این نیست، من این بالا کندم دیگه. اوکیه. آقا موفق باشید.